سلام بچه ها، به یکی دیگه ویدیو چنل من خوش اومدید. امروز میخوام بهتون 3 روش یاد بدم که اگر گوشیتون حافظه نداره حافظه گوشیتون رو خالی کنید. روش اول دیزیبل کردن برنامه هایی هست که استفاده نمی کنید. یه سری برنامه ها تو گوشی های سامسونگ مثل فیسبوک یا نتفلیکس پاک نمیشن، ولی میتونید اونها رو دیزیبل کنید که نه از رمتون بخوره نه از استوریجتون. روش دوم نصب تلگرام ایکس و اینستا لایت به جای تلگرام و اینستاس، بهتون توضیح میدم. و روش سوم پاک کردن کش تلگرام و واتساپه. من واتساپ هم دیلیت اکانت کردم و پاک کردم راستش، ولی تلگرام رو بهتون توضیح میدم که باید چیکار کنید. واتساپ هم یادم 80% به همین شکل بود. خب وارد ستینگتون بشید. توی بخش اپس از این گزینه برنامه‌هاتون رو طبق سایز مرتب کنید. و اینکه من مثلا نتفلیکس رو استفاده نمی کردم و همونجور که میبینید قابلیت آن اینستال نداره و یه گزینه دیزیبل اینجا هست. شما اگه بخواید دیزیبل کنید یه وارنینگ به شما میده. مثلا شما بخواید 2 ماه دیگه برنامه استفاده کنید، برنامه رو آپدیت میکنید، در حال استفاده هستید، دیدید یهو کرش کرد پرید بیرون یا برنامه ایست کرد، یه سری باگ جزئی براتون اتفاق میافته. ولی اگه واقعا نمیخواید استفاده کنید دیزیبلش کنید. و همونجور که میبینید حجم نتفلیکس یا فیسبوک کیلوبایت شده. من فیسبوک رو حدود 1 ماه فقط آپدیت میکردم، حجمش شده بود 500 مگ و وقتی که دیزیبل کردم نه آپدیتی میگیره پلی استور، نه از رمتون میخوره، نه چیز دیگه ای. و یادمی که از تو دیولوپر آپشنز دیدم فیسبوک حدود 7-8 یادم نیست دقیقا، ولی فیسبوک حتی استفاده نمیکردم یا نتفلیکس از رم من استفاده میکردن. دیزیبل کنید، خیال خودتون راحت کنید. روی پلی استورتون نگه دارید، توی بخش اینفو یا اباوت پلی استورتون رو کلیر کش کنید. از تو بخش استوریج کلیر کش میکنیم، وارد پلی استور میشیم و سرچ کنید تلگرام ایکس. بچه تلگرام ایکس مثل تلگرام طلایی و موبوگرام و این چرت و پرتا نیست. همونجور که میبینید این کمپانی تلگرام هست و یه تلگرام داده و یه تلگرام ایکس یا همون نسخه کوچکتر تلگرام اصلی. ببینید تلگرام ایکس یه سری قابلیت بیشتر از تلگرام داره و یه سری قابلیت از تلگرام کمتر داره. مثلا شما میتونید چتاتون رو قفل کنید، اصلا انگوش بذارید، پسورد بذارید یا هرچی، یا حتی خود اپ رو میتونید پسورد براش بذارید، در حالی که تلگرام اصلی فکر کنم فقط اثر انگشت داشت یا پین یا پترن یا همون الگو. و اینکه حجمش از تلگرام اصلی کمتره. و یه نکته مهم دیگه هم داره، من تو تبلتم که اندرویدش 5 بود تونستم تلگرام ایکس رو بریزم که حتی آپدیت هم میگیره. حدود 7 ماه به 7 ماه فکر کنم تلگرام ایکس آپدیت میده و اینکه به نظرم جایگزین خیلی خوبی برای تلگرام اصلیه. و سرچ کنید اینستا لایت. و این نکته بگم قبل از اینکه بریم سراغ اینستا لایت، بچه ها اینستا لایت روی 99% ریژن قفله. یعنی من که تست کردم فقط رو ریژن آسیایی میتونید اینستا لایت رو بریزید. یه سرچ کنم جلوتون، اگه آورد که هیچی، اگه نیاورد اسکرین شات گرفتم بهتون نشون میدم. نه میدید نیاورد. بچه ها این اینستا لایته و همونجور که میبینید خود کمپانی اینستا داده. الان این روش بهتون نشون میدم، تازه یادم اومد همین الان دارم ریکورد میگیرم، شاید اینطوری بتونید نصبش کنید. وارد پلی استورتون بشید، سرچ کنید اینستاگرام لایت و همونجور که میبینید اپ آورد، روش کلیک میکنید و بله شانسی گزینه اینستالش میاد. و دوباره بهتون میگم رو اکثر ریجنا قفله
ولی به نظرم با این کار بتونید بریزید. و روش آخر، وارد تلگرامتون بشید و تو بخش دیتا ان استوریج همه تیکای اتوماتیک مدیا دانلود رو بردارید و این گزینه یوز لس دیتا فور کارز رو بذارید رو نور. بعد وارد بخش استوریج یوزیج بشید و این گزینه کلیر کش رو بزنید. البته یه نکته قبلش بگم، شما مثلا موزیک دانلود کردید و مثلا 7 گیگ حافظتون هم موزیکه، وقتی یه کلیر کش کنید، بعد از اینکه کلیر کش کنید مثلا یه سری آهنگایی که از قبل دانلود کردید رو دوباره باید تو اسپیس منظورم کلاود تلگرام دوباره باید دانلود کنید. مثلا برای شروین رو من دوباره باید دانلود کنم، ولی اگه سیو تو دانلود زدید از دانلوداتون پاک نمیشه. یا مثلا هر چیو که بخواید دانلود کنید بعد روش بزنید تا دانلود شه. و راستی همینجا که هست چنل پوازا وی پی ان رو معرفی کنم بهتون، یا چنل فست نت یا چنل انتیگرین رو، از بهترین چنل تلگرامی هستن که من توی این مدت حسابشون دارم تو تلگرام. این چنل فست نت هست و اینم چنل انتیگرین. دوباره وارد بخش استوریج یوزیج میشیم و یه چند تا گزینه اینجا هست. شما از اینجا میتونید اوتو دیلیت پیاماتون رو بذارید روی یک روز، یک هفته، یا حتی کاستومش کنید. و اینکه کاستومش یادم فکر کنم تو تلگرام ایکس بود، یعنی شما میتونید به جای اینجایی که نوشته یک روز، یک هفته یا فلان، یه گزینه کاستوم اینجا هست میتونید بذارید رو 3 روز. و اینکه یه گزینه اینجا هست ماکسیموم کش سایز، شما اینو بذارید روی 5 گیگ، برای شما تو نو لیمیته، بذارید روی 5 گیگ و حتی اگه تو این بخش هم نیاید ماکسیموم کشی که تلگرام میگیره 5 گیگه. واتساپو حقیقتا یادم نیست، ولی فکر کنم 80% راهش شبیه تلگرام باشه، بعید میدونم. همین، امیدوارم این 3 روش به کارتون بیاد و اگر اینجور محتوا رو دوست دارید خوشحالم میکنید منو سابسکرایب کنید. اگر از چنل گیمینگ ما هم حمایت کنید ممنون میشم. به امید روزای بهتر. فعلا.